چند روز پیش چندین بلاگرها دستجمعانه یکجا شدند و خواستند که یک کمک بر مهاجرانی که در карантин هستند بیکار ماندن کمک کنند. فوند کشودند، مردم کمک کردند، اما اعلان کردند گفتند که هر کسی که نیازمند است به ما مراجعت کند. نیازمند آن نه که شما در خانه نشسته اید، پاچک بالای پاچک چند یگید، در دست هاتان تلفن های آخری بازار، پیش بازار. کمک ما شما رو به کمک نه میگد آنقدر زنگ تلفنی شد. آخر میلیون ها مهاجر است، میلیون ها مهاجر است. این بیچاره همین شما رو کمک کردن نمیتوانند. و بعد همین بسیار تنبل هستیم. همین دیدیم که یک جانان میدید زنگ زدن میگیریم ما هم همین بیکار شدیم چیکار کنیم؟ تلفنت فروش چیکار کن؟ تلفنت فروش رفت یک هفته و دو هفته و یک ماه چند وقتی که مقرر کردن همین قدر انتظار شد. آخر بیایید وقتی آمده است که یکدیگر را کمک کنیم. از مردم پول پرسیدن بسیار دشوار است. 100 روبله میدید 100 بار زنگ میزند که کجا صرف شد، از چات سپار. و همون هم بیهوده ویدیو نمیکنن گذارن، میگن که خیر که کردی پنهان کن. آخی وی رو مجبور میکند. 100 روبله میدید من میگود کنی کجا شد پولی من، چی شد کنی ویش این و اون، همش را چات سپار میگوید. برای همون به حد زنگ بسیار است. همین بماننده که از دهان گرگ کنده همین کمک بگیم که اویله ها را کمک کنن، اما میبینی که به نهایت زنگ ها هست که همین یگیت هایی که همین در دستورشان آیفون همین ما بیکار ششتیم. ای بس شرم است. ماندون ضعیف هایی که اون آدم های کلانسالی که در حقیقت کسی ندارن، شما دوست دارید یا رو برادر دارید و حتما باور داریم که یک وی هم دارید. شما خودتون را کشول کنید تا که باز دیگر بیچاره هایی که در راه ماندن، بیچاره هایی که کسی ندارن آنها را کمک کنیم. میلیون مهاجر باشد، ما میلیون مهاجر را کمک کردن نمیتوانیم و ما بانک نیستیم. از مردم میکنانیم، از مردم میکنیم، به اینها میدهیم، از اون داروها میگیریم و به آنهایی که نادار هستند میدیم. التماس میکنم و خواهش میکنم که ما رو درست فهمید. میدونم ما قند نیستیم که به همه پسند باشیم، این سخنان ما، اما مجبور هستیم در بعضن حالتا سخت گپ زنیم تا که کمک یکدیگر باشیم. همین میلیون ها زنگ است، خودش همین 100,000 روبله جمع شده است یا نه، قریب هزارها عائله زنگ میزنند که ما را کمک کنید. همین هر کس خودش را اداره کند. همین دیدید که شما توانا هستید یا دارید یا که میتوانید، امانید باز یگون چندین عائله ها را بردن دادن، میبینن که همین در حقیقت شرایط دارن و چرا بیهوده زنگ میزنید؟ مانید یگون کسی که کس ندارد، بیچاره است، در حقیقت در راه مانده است، آن را کمک کنیم. در ریسک آنها ضامن نشوید. زمانی هست که باید دست جمعانه کنیم. در اول گفتیم غم خود را نخوریم، باید غم یکدیگر را خوریم. هر کسی که در حقیقت از صدق نیازمند است، هیچ چیز ندارد، انا همین رقم هایی که هست زنگ بزند، حتما بر او دستی کمک دراز میکنند. و هر کسی که میخواهد که کمک کند میتواند همین رقم هایی که هست برادرها به همین رقم ها پول پرتوید تا که یک گرسنه رو سیر کنیم، تا که یک درمانده رو کمک کنیم. وقتی رسیده است که ما باید پهلوی یکدیگر باشیم. اگر من نکنم، تو نکنی، کسی دیگر نمی کند. پس بیایید ناموس کردیم، همین بلاگرها ناموس کردیم و گفتیم که همین ما باید کمک کنیم. ما باید نفرایی که در راه ماندن دستشان را گیریم. از همه شما بار دیگر بخشش میپرسم، اما همین چیز را جدی قبول کنید. همین نفری که در حقیقت نیاز دارد همون مراجعت کند. تلفن دارید، تلفنتان فروشید. کامپیوتر دارید، کامپیوترتان فروشید. وقت چیزی نخرید، چیزهای بیهوده. کمک طاقت کنید تو همین بلا از سر رود.
ин балое ҳаст ки дар таърих ҳар аср як вабо, як беморӣ, як ҳами чума мегӯянд, ҳар гуна меомад ва ягона пешгириш ҳамон аст ки ҳар кас худаша уҳда кунад. интизор нашавед, дида истодед дар кадом шароит қарор дорем ки ҷаҳон мубориза бурда истодааст. ҷаҳон сухан гӯем, сухан зиёд аст, аммо на ҳама мефаҳмад. бовар кунед, беҳад хаста мешавем, то ки як чиро бигӯем ки моро дуруст бифаҳманд.